به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان گرامی، زبان آموزان عزیز. درس پنجم است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف سا ثعلب روباه یعنی که روبه دو طرز نوشت دارد به زبان تاجیکی. سیرانون جمع کلمه ثور است. ثور برزگاو، گاونر، یعنی ثورون برزگاو. ثعبانون مار. ثعلب جمعش ثعالب یعنی روباها. ثور جمعش سیران و سیرتون یعنی برزگوها. ثعبانون جمعش ثعابین جمعش به زبان تاجیکی مارها. خب این بود درس پنجم. تا درس آینده، خدا حافظ.